برعکس حتی نص صریح قرآن که میگه که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خداست که آرام بخش هست و قلب انسان تسکین پیدا میکنه. من میبینم که دردهای من رو که میخوام فریاد بزنم، بگم، اون چیزهایی که دارم در درونم هست، اون چیزهایی رو که تجربه کردم، اون ناراحتی هایی که دارم، همه این دردها که مخاطبی ندارم، میبینم یک شخصیت خوب این رو میاد، این دردهای من، معضلات رو به بیان تصویری میکشه و به فیلم نشون میده و فیلمشو باعث میشه من بارها برم ببینم که دارن اقلا چهره های کریر شرطمندان آنچنانی، کسانی که روی انسانها معامله میکنن، اما توجه به نیازهای ساده شونو که همون نیاز مادی باشه به هر صورتش باشه ندارن. اینی که من مجبور شدم که به این کتاب پناه برم. تو میبینم میخونم کتاب رو و آرامش میگیرم، اصلا دلم آرام میگیره. میبینم صحبت من، حرفی که من میخوام بزنم اینجا گفتم برای من. خب حالا فکر میکنی که به عنوان یک بازیگر توانایی بیشتر داری برای بازی یا به عنوان یک فیلمساز؟ حالا که توی نقش یک فیلمساز رفتی. من جسارت نمیکنم، اما علاقه به بازیگری بیشتر دارم. دوست دارم که بازی بشه، منتها اون تجربه هایی که خودم دارم، اون محرومیت هایی که خودم چشیدم، با پوست و گوشت و خونم لمس کردم، احساس کردم، همه اینها رو میتونم دقیقا هم در ذهنم دارم، هم میتونم بکنم بازیشو بکنم. خب الان فکر نمی‌کنی به عنوان یه بازیگر جلوی دوربین نشستی؟ داری چی کار میکنی الان؟ الان دارم دردمو میگم. بازیگر نه، بازی نمیکنم، دارم حرفمو میزنم. بازی نیست. من فکر کنم که هنر اون تجربه است که انسان در درون خودش حس کرده، تجربه رو اگه بتونه پرورشش بده. این دقیقا نظر خود تولستوی که میگه هنر تجربه احساس شده ای که هنرمند در خودش پرورش میده و این رو به مخاطب هنر انتقال میده. و من معتقدم که اون احساسایی که تجربه کردم، من احساسای مثبت و اون محرومیتایی که کشیدم، اون ناراحتیایی که داشتم و اون علاقه‌ای که به بازیگری داشتم، اینها رو تجربه کنم، هم بازی رو میتونم خوب بازی بکنم و هم میتونم واقعیت‌های درونیم رو انتقال بدم. پس چرا یک بازیگر رو انتخاب نکردی که نقش بازیگر رو انتخاب کنی؟ یک فیلمساز انتخاب کردی؟ چون به اصطلاح فیلمساز رو انتخاب کردم، خود در نقش فیلمساز هم در آمدن یک بازیه. من فکر کنم بازی کردم اونجا. بازی کرد. حالا چه نقشی دوست داری بازی کنی؟ نقش خودم. چون به نقش خود رسیدی دیگه، نه؟ خیلی خوب آقای سبزیان، شکایتی شنیدی، خودم تا اندازه اقرار کردی. برای آخرین دفاع هر دفاعی داری بیان کن. من از خانواده آقای آهنگخواه، خانواده محترمشون، میخوام منو حلال کنن، ببخشن، حلال اخروی.